سلام بچه ها، خوبید؟ چطورید بچه ها؟ امروز اومدیم با یه چالش خیلی خفن، 1 روز با 200 تومن و بزن بریم برای چالش و اولین چالشمون هم صبحونه است. خب بچه ها، من اومدم صبحونه رو گرفتم از این شیرا و کروسان. خب بزن بریم، من الان میخورمش که دیگه بریم سراغ شام نهار. ببخشید نه از صبحانه ما چه کروسانی و چاچاوی. بریم واسه دیگه نهار چالش امروز. خداحافظ بچه ها. سلام دوباره. البته بچه ها، خب ما اومدیم واسه نهار، نمیداریم ولی خب نگاه کنیم این از نهارمون مدلید بچه ها. کل صبحونه و کروسان و کلا شیرکاکائو و نودل شد 50 و دیگه بزن بریم بخوریمش و بریم واسه بعدی میشه تفریح فکر کنم. آره دش هست. پس بچه ها ما نهار رو خوردیم، بعد اومدیم دیگه. خب بعد بچه اومدیم و واسه تفریح خوب و تفریحمون انجام بدیم و بریم چیز اسمش چی بود؟ شام دیگه. خب صبر کنید، من الان یه چیزی دارم میخوام تو خونه تفریح کنم. خب توپ گوندا خیلی گنداست، ببینیدش. خب بچه ها تا من اینو درست جا بدم. بچه ها تاریخ هم باید مقبتر. خب این تفریح ماست. گلیتگو بچه ها، ولی درست صبحونه چیز خوردیم، درست چی خوردیم. دین دین بچه ها، اگر ببینم شام پیدا میشه یا نه. اگه پیدا نشد بدبختم، چون که آره بچه ها توپه آدین رایگانه فری. شما میتونین بیاین اینجا با توپم بازی کنیم. یه دون توپ دیگه هم دارم کوچولو البته. خب صبر کنین بچه ها تا ببینید جای درستی رو دارم. خب بریم بازی کنیم حالا. دن 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 دن. بچه ها خیلی حال میده تو تفریحی. هوا گرمه بچه ها، قشنگ، ولی توپ سرده. اوه یا علی. چرا دیگه من خوابیدم دیگه. خواب من چرا نگاه کنید یه از همین اینطوری میام تو شما. سلام. خب بچه ها چرا اینطوری بیشتر حال میده؟ پس شما خیلی حال میده. نمیدونم چرا. آی کلم. بچه ها امیدوارم یه شام بتونم با اون 100,000 تومن. نه ببینین الان چیزم رفته الان 50,000 تومن هم رفته. صبحونم شد 30، نهارم شد 20 دیگه، کلا 50 شد صبحونه و اینا. الان فقط اینم خود راهگاه دیگه. خب فقط الان تنها چیزی که هست شامه. نمیدونم باید چیکارش کنم. میخوام یه چیز خوبم بگیرم. الان 150 برام هست. کار باید با 100 تومن 140 تومن جمع کنم. هی بچه ها یادم اومد یه چیزی هست که همه جا میفروشن. آن چیست؟ بریم شامو بخوریم. بچه ها ما اومدیم با یک شام
اومدیم با شام و دیگه اومدیم بیرون بخوریم شام. بچه تفریح خیلی حال داد دیگه. بچه توپ آدریان هم فریه، شما میتونید میایین بازی کنین باش، یعنی با توپ گندم. خب و بزنین بریم شاممون رو بیاریم بهتون نشون بدیم. خب بچه ها ما شاممون رو آوردیم بچه این شد سگ. خب دیگه آره دیگه به همین سالی ها سب کنیم تاوراتون بازشونم باز نمیشه حالا. باه. خب بچه ها ما بریم شام رو بخوریم و دیگه ادامه ای نداره ویدیو. مشتی کجا چی رو میخوای ببینی؟ بچه امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر از این ویدیوها دوست دارین خب لایک و کامنت و ساب فراموش نشه و بچه ها فعلا خدافظ.